الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز أهل توحید، بارك الله فيكم. امروز سؤال یک گویا خیلی هم مشهور در بین تاجیکان منتشر شده است و از ما هم یک چند نفر سوال نمودند که آیا جن می تواند که انسان را، کودک باشد یا مرد باشد یا زن باشد، دزدد؟ آیا جن می تواند که ضرر به انسان ها برساند و حتی تا این درجه که دزدی بکند انسان را؟ و این سوال چرا منتشر شده است؟ سببش ان همین ویدیوی هست که حالا میگذاریم که در فیض آباد گفتنی منطقه در تاجیکستان یک عائله مسلمه، یک خانواده مسلمان 16 سال پیش دخترچه خود را در یک جایی که امکانیتی یگان ضرر رسانیدن در رنده ندارد، یگان علامتی خون ندارد، هیچ چیزی وجود ندارد، علامت های اینچنین وجود ندارد، منطقه که دزدیدنش هم کمی اگر دزدی باشد معلوم می شود نامعلوم است و غیره، در یک حالتی خیلی هم عجایب یک دخترچه 3.5 ساله گم شده است که این قصه البته 16 سال پیش است، لیکن حالا پدرش و مادرش داره صحبت میکند و همین صحبتش رو کمی میگذاریم ببینیم. دویده اومد گفت که انا حیده ای مرا بتین کودکتون یفتم، تا با آخر صحبت نرسیده انا تلفن رو خاموش کردن. کودک مایده به عقل پری نمیبره، اگر رفت و پری هم بره کشته آورده در جای همون بردگیشون میپرده. یه روز پدرم انا همین است نقطه جای لازمیش، یعنی این پدری بیچاره سبحان الله دخترش جگربندش 3.5 ساله، یک دخترچه زیبا نازنین، عین وقتی مهربانی، دوستداری، خوشرویکی، در همین وقت در یک وقتی غیر چشمداد ناپدید شد. از او هیچ چیز علامتی نیست، فقط پای افزارش ماند یا نموند. بالاخره این پدر میگوید که همه سوال، همه مسائل را دیدند، همه منطقه را دیدند، بالاخره حتی سوال هم شاید از علما کرده باشند، شاید از دامالله همون منطقه، شاید از طالب علمان کسی سوال کردند و همون مردم گویا که دیندار است یا که علمدار است به این مرد جواب گفته است که جن کودک را نمی دزدد. جوابی همون انسان را، این جواب یک شاید علمدار را همین پدری کودک میگه که به ما گفتند که جن انسان را نمی دزدد و اگر دزدد هم چیکار میکند؟ اگر دزدد هم بارک الله فیکم، اگر دزدد هم کشته آورده میدهد، اگر دزدد هم کشته آورده میپرتوید. یعنی این پدر گفتنی هست که دخترش 16.5 سال پیش گم شد و این دخترش را جن هم ندزدیده هست، برای اون که اگر جن میدزدید کشته آورده به جایش میپرتو میگه. اما سؤال شرعی انکنون به همین سبب به ما می آید، به ما طالب علمان اهل سنت امروز سؤال در همین موضوع خیلی می رسد که آیا جن انسان را یا کودک را دزدیدنش امکانیت دارد یا ندارد؟ شریعت چی میگه؟ حقیقت شریعت چی میگه؟ بارک الله فیکم. شریعت میگوید که امکانیت وجود دارد که دزد انسان را بدزدد. بگوییم انا همون جن انسان را بدزدد، امکانیت هست که جن انسان را بدزدد.
اولا ما یک قاعده رو باید بدونیم که الله سبحانه و تعالی در سوره بقره میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله. جنها به هیچ کسی ضرر رسانیده نمیتوانند مگرم به اذن الله سبحانه و تعالی. شما مسلمان ها باید این عقیده رو داشته باشید. شما هرگز فکر نکنید که هر یک جن کی خواست کدام و خواست به شما ضرر میرساند. جن به خواهش خودش اگر به انسان ها ضرر میرسانید به همه انسان ها ضرر میرسانید. جن به خواهش خودش به هیچ کسی ضرر رسانیده نمیتواند. اگر چی جن میخواهد که ضرر رساند، جن های کفار میخواهد که ضرر رساند، اما الله به اونها اجازه نمیدهد و به هر کدام از جن اگر الله اجازت بدهد، یعنی اراده اگر جن کرد و الله هم اگر اذن داد اجازه داد، جن میتواند که یگان تأثیر حقیقتی گذراند. یعنی ضرری که از جانب جن به انسان میرسد بعد از اذن الله است، بعد از اجازه الله است. جن بدون اجازه الله هرگز به هیچ کسی ضرر رسانیده نمیتواند و این را خوب باید شما درک بکنید. بعد از کمبودی خود انسان، بعد از عمل نکردن بعضی از شرط شروطی بگویم احتیاطی خود انسان ضرر رسیدنش ممکن است و این ضرر هم به اذن الله است سبحانه و تعالی. خیلی که آیت رو بیان کردیم. بعد از این خود آیت قرآن به ما بیان میکند که جن در حقیقت اگر یک چیزی رو از یک جا به یک جا خواهد آوردن یا یک کسی رو حرکت کنانیدن، این ممکن است، امکانیت وجود دارد. خیلی که الله سبحانه و تعالی در قرآن قصه سلیمان علیه السلام که میخواستند که همون عرشی، یعنی هم کرسی بزرگی که در یک خانه 7 قوته عرشی سبا بود، همون رو به نزدشون خواستند که بیارن. پیش از آمدن صاحب عرش، پیش از آمدن ملک سبا، حضرت سلیمان علیه السلام به همون انسان‌هایی که در نزدشون بودن مؤمنین و موحدین و به جن‌هایی که در زیر حکومتشون بودند گفتند که کی میتواند عرش همون ملکه سبا رو به نزد من بیارد. عرش یعنی همون کرسی در یمن بود، حضرت سلیمان در شام بودند، در منطقه فلسطین. قال افریط من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مکانک. یک جن که نامش افریت بود به حضرت سلیمان علیه السلام گفت انا همین عرش رو به نزد تو می آرم پیش از این که تو از جایت برخیزی. علما می گویند که اگر جن یک کرسی به نهایت بزرگ رو از یک منطقه به یک منطقه دیگر حقیقتا بیارد، این چنین انسان رو هم میتواند که از یک منطقه به یک منطقه دیگر بدزدد یا بیارد یا تغییر بدهد. خیلی که در این باب حدیث های صحیح رو هم ما بیان میکنیم. حالا از این آیات ها فهمیدید که در حقیقت این حادثه شدنش ممکن است و همه علمای اسلام این رو گفتند و یگان نفر از علما نگفتند که جن انسان رو هرگز دزدیده نمیتواند یا جن اگر کودک رو دزدد این کودک رو کشته آورده به نزد خانه میماند. این چنین صحبت، این چنین سخن در نزد علما ثابت نیست، بلکه انسان های بودند که جن دزدید و بعد از یک چند سال باز زنده و سلامت به خانهشان گشتند و این در روایت های صحیح وجود دارد. ولیکن بالاخره بارک الله فیکم بیاید روایت رو نظر میکنیم که در صحیح مسلم از علقمه روایت است که علقمه گفت با عبدالله بن مسعود که هل شهد احد منکم مع رسول الله صلی الله علیه و سلم لیلة الجن؟ آیا یک نفری از شما در شب جن با همراهی رسول الله صلی الله علیه و سلم اشتراک نمودید؟ عبدالله بن مسعود گفتند که رضی الله عنه لا، نه ما اشتراک نکردیم، ولكن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل. الحديث حديث صحيح مسلم.
یعنی یک شب همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم به بیرون برآمده بودیم که رسول الله کمی از ما به یک طرف رفت و رسول الله را انتظار شدیم که شاید قضای حاجت و غیره بیایند. انتظار شدیم که رسول الله نآمدند. ما باشیم همه جا را بدخواتیر شدیم. بالاخره همه جا را نظر کردیم که به رسول الله چی شد. این طرف اون طرف، بالاها گردی این بوته ها، زیر سنگ ها و بالاهاش گردی چور را دیدیم که رسول الله در هیچ جای نیستند. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میگه که ما فکر کردیم که و گفتیم که استطیر او اغتیل، کسی رسول الله را اغتیال کرد، یعنی یک پنهانانه دزدید و رفت، یا که استطیر یعنی جنها گیران پرواز کردند و رفتند. نووی در شرح مسلم میگه که معنی استطیر طارت به الجن، جن یک انسان گیرون برفتنش را استطیر میگن. یعنی صحابگان همچنین چیز را جایز میدونستند. این چنین حادثه شدنش ممکن و امکانیت داشت. یعنی ممکن است که یک مرد رو یا یک زن رو یا یک کودک رو جن گیرد برود. اما مسئله خیلی نادر است. این حادثه اگر شود هم خیلی هم کم می شود، در همه جا نمی شود، در بعض حالت ها در بعض منطقه ها می شود. لیکن روایتی از همه آشکارتر و واضحتری که حالا ما به شما میگوییم که بیهقی در سنن کبرا روایت میکند، البانی در کتاب ارواء الغلیل این را صحیح میداند، از عبدالرحمن ابن ابی لیلی روایت شده است که ان رجلا من قومه من الانصار خرج يصلي مع قومه العشاء فسبته الجن. یک مرد از قوم عبدالرحمن ابن ابی لیلی از انصار یعنی اهل مدینه از خانه اش بیرون می شود تا که همراه قومش، همراه مسلمان ها، نماز عشا را خفتن را در مسجد خواند. یک مرد از خانه اش می برآید در وقت نماز خفتن به نزد مسجد رفتنی هست تا که نماز را همراه جماعت بخواند. فسبته الجن، جن باشد این را می آید و همچون سبیه یعنی کنیز نمیگم، این را غلام، همچون غلام میگیرد. سبحان الله، یک جن مشرک یا یک چند جن مشرک این مرد مسلمان را می دزدند، همچون چی؟ همچون غلام گرفته می روند. ففقد فانطلقت امرأته الى عمر بن الخطاب رضی الله عنه. زن این مرد یک چند روز که انتظار شد شوهرش گم، یک بار نابود شد. این مرد که نابود شد، زنش به سوی عمر بن الخطاب رضی الله عنه می رود و قصه رو به او قصه میکند. میگه که ای عمر بن الخطاب رضی الله عنه، شوهر من برای نماز عشا برآمد، دیگر ناپدید شد، گم شد. حضرت عمر هم قومی همین مرد رو پرسیدند که این مرد کجا رفت، چی شد؟ قوم گفتند که نعم خرج يصلي العشاء ففقد. قوم هم گفتند که بله ای عمر، این مرد از خونش برآمد تا که نماز عشا را خواند، لیکن گم شد، در بین ناپدید شد، در راه دیگر تمام هیچ جا نیست، در هیچ جا معلوم نیست. پس عمر بن الخطاب به این زن گفتند که فامرها ان تربص 4 سنین، امر کردند که ای زن، گفتند 4 سال شوهر نکرده انتظار شوهر شده بیست. در مدت 4 سال اگر شوهرت آمد خوب است، اگر نه آمد فلما مضت 4 سنین اتته فاخبرته فسأل قوما فقالوا نعم فامرها ان تتزوج فتزوجت. 4 سال گذشت، مرد گم، همون شب برآمد، مرد دیگر 4 سال گم. 4 سال گذشت، زن به نزد عمر رضی الله عنه آمد و گفت که ای عمر، شوهر من 4 سال است که به همون برآمدن گم شد، ناپدید شد. حضرت عمر باز قومش را پرسیدند که در حقیقت این مرد دیگر نآمد، به همین ناپدید شد. قومش هم گفتند که بله، مرد دیگر نآمد، ناپدید شد. حضرت عمر به این زن گفتند که به تو اجازت است، اگر خواهی شوهر کن. و این زن هم برآمد و شوهر کرد.
این زن هم وقتی که بر اومد و شوهر کرد، بارک الله فیکم، صدای من میاد به شما؟ وقتی که خیلی گپ میزنم صدای من اومده است؟ برادرایی که در بالا هستین بله صدای من میاد؟ شیخ اومده است. بله بله، بارک الله فیکم. بله، این زن هم شوهر کرد، بعد از 4 سال شوهر کرد. فجاء زوجها يخاصم في ذلك الى عمر بن الخطاب رضی الله عنه. بعد از 4 سال بعد از این زن شوهر کردن، مرد بعد از یک مدت پیدا شد. بعد از 4 سال مرد پیدا شد و به نزد عمر بن الخطاب رضی الله عنه اومد. و برای چی اومد؟ برای که به نزد زنش، مرد به نزد زنش رفت که زنش به دیگر شوهر کرده است و به نزد عمر بن الخطاب رضی الله عنه اومد. عمر امیر المؤمنین هستند که این مرد اومد که زنی من شوهر کرده است، من چیکار کنم؟ گفته اومد که عمر بن الخطاب گفتند که يغيب أحدكم الزمان الطويل لا يعلم أهله حياته فقال له إن لي عذرا يا أمير المؤمنين. حضرت عمر بن الخطاب گفتند که ای مرد، یک انسان، یک مرد زمانی طولانی از زنش، از اهلش نابود می شود، پس در این حالت همچنین حکم شرعی هست که زن می تواند که طلب طلاق رو، از طلب اجازت شوهر کردن رو از امیر بکند و امیر هم اجازت میکرد و غیره. این مرد به عمر بن خطاب گفت که این لی عذرا، من عذر داشتم ای امیر المؤمنین. امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه به این مرد گفتند که و ما عذرک، عذر تو چی است؟ تو چی عذر داشتی که 4 سال زیاد از خانه یک شب برآمدی دیگر گم شدی، ناپدید شدی، دیگر ناومدی؟ عذر تو چی است؟ مرد گفت خرجت اصلي العشاء فثبتني الجن فلبثت فيهم زمانا طويلا فغزاهم جن مؤمنون او قال مسلمون شك سعید. مرد گفت که ای عمر بن الخطاب، از خانه ام برآمدم تا که نماز عشا را بخوانم به مردم در جماعت، ولیکن مرا صبی گرفتن جنها مرا گرفتند و همچون غلام مرا دزدیدند و رفتند و من در بین جنها در نزد اونها یک زمان طولانی ایستادم تا اینکه جنهای مؤمن به این جنهای مشرکین جنگ کردند. مسلمان ها، جنهای مسلمان و جنهای مؤمنین و موحدین به جنهای مشرکین جنگ کردند به خاطر توحید، به خاطر منتشر کردن توحید. فقاتلوهم فظهروا عليهم فسبوا منهم سبايا فسبوني فيما سبوا منهم. مسلمان ها بر بالای جنهای مسلمان بر بالای جنهای مشرک غلبه کردند و همه جنهای مشرک و کافر را غلام گرفتند، صبی گرفتند و در بین همون جنها مرا هم جنهای مسلمان صبی گرفتند. و بعد از اینکه چهره مرا دیدند، جنهای مسلمان گفتند نراک رجلا مسلما ولا يحل لنا سبيك. ای مرد، ما تو را مسلمان میبینیم، ما فکر میکنیم که تو مسلمان هستی، ظاهرت مثل مسلمان است و اگر تو مسلمان باشی برای ما تو را غلام گرفتن جایز نیست، کنیز گرفتن جایز نیست. و بعد از این جنهای مسلمان گفتند که فخیرونی بین المقام و بین القفول الى اهلی فاخترت القفول الى اهلی فاقبلوا معي. و این جنها گفتند که ای مسلمان، اگر خواهی تو در بین ما جنها باش، زندگی کن، اگر خواهی به اهل خانواده‌ات برگرد. و من هم اختیار کردم که به نزد اهل عالم بیایم و این جنها همراه من آمدند. فاقبلوا معي، همراه من آمدند تا که مرا بیارند. اما باللیل فلیس یحدثونی و اما بالنهار فعاصروا ریح اتباعها. یعنی گفتند که یعنی چگونه معامله کردن اینه گفتند. حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه گفتند که فما كان طعامك فيهم. ای مرد، در بین جنها تو زندگی کردی 1 سال طولانی، در بین اونها چی میخوردی؟ خوراک چی بود؟ گفت الفول. فول یعنی انا همون لوبیایی که هست همین فول میگن. و ما لم یذکر اسم الله علی، هر چیزی که بسم الله گفته از انسان ها نباشد ما میخوردیم در بین جنها میگن. قال فما كان شرابك فيهم، در بین اینها چی می نوشیدی؟ قال الجدف.
جدف چی است؟ یعنی همون چیزهای ترشیده ای که به درجه شراب نمیرسد، ما لا یخمر من الشراب میگه. و بعد از این قصه عمر بن الخطاب رضی الله عنه گفت که بین صداق و بین امراتی، اگر تو خواهی گفت زنت رو گشته بگیر، اگر نخواهی صداق رو در این مسئله، یعنی مسئله فقهی طولانی است، یعنی مهر و این اون. بارک الله فیکم. این قصه آشکار و واضح دلالت میکند که در زمان عمر بن الخطاب رضی الله عنه یک مرد مسلمان را زیاده از 4 سال جنها دزدیده بودند و این چنین حادثه شدنش ممکن است. حتی علما و فقهایی که در باب فقه اجتهادات دارند، حتی مسئله را در بالایش صحبت میکنند که آیا جن، مرد جن زن انس را نکاح کردنش امکانیت دارد یا که مرد مسلمان دختر جن را نکاح کردنش امکانیت دارد، آیا جایز است یا نیست؟ علما فقها صحبت کردند و گفتند که این چیز امکانیت دارد، اما حرام است که جن دختر مسلمان را نکاح کند. برای همین درست نیست که یک دختر مسلمان بگوید که شوهر من جن است، این ممکن نیست، این رقیه کرده می شود و جن ها را دور کرده می شود، این کار کرده می شود. اما اگر یک مرد مسلمان زن جنی را نکاح کرده گیرد، علما گفتند که این حرام نیست، جایز است، لیکن بهترش این عمل را انجام ندهد. حتی روایت های ضعیف و غیره قصه ها زیاد است که این چنین حادثه ها. لیکن مقصد ما چی است؟ ما به خرافات و به قصه ها داخل نمیشویم، اهل قصه هم نیستیم، اهل خرافات هم نیستیم. برای ما حدیث صحیح و قرآن دلالت میکند که امکانیت وجود دارد که یک کودک را یا یک مرد را یا یک زنی را جن بدزدد. حدیث های صحیح خیلی زیاد است که جن، ببینید یکی از حدیث های صحیح حضرت ابو هریره رضی الله عنه وقتی که پاسبانی بیت المال مسلمان ها بودند، جن به نزدشون شیطان، یعنی جن شیطان، جنی که کافر است شیطان گفته می شود، جن مسلمان رو شیطان گفته نمی شود، جن کافر رو شیطان گفته می شود. 2-3 مراتب میرن، بالاخره این جن شیطان رو، این شیطان رو حضرت ابو هریره میگن که رفتیم به نزد رسول الله، یعنی این چنین یک جن کافر سبحان الله نه فقط خود انسان رو، پول مالش رو، چیزی چورهش رو، خوراکش رو دزدیدنش امکانیت دارد و حکمت این رو الله میداند، حکمت این رو الله میداند. اما یک چیز است، پری گفتن چیز وجود دارد یا ندارد؟ پری گفتن چیز وجود ندارد. پیر گفتن چیز وجود دارد، وجود ندارد. پری این یک اصطلاحی که جن رو انمی ساحرها، جادوگرها امروز به نام طبیب و فالبین شدند. این کذابین و مشرکین و کفار، اینها طبیب نه، اینها یگان فالبین، اینها یک ساحر جادوگری شیطنت، انا همینها جن را پری میگویند. بعضی ها ملائکه را هم پری میگن، این غلط است. پری ملائکه نیست، ملائکه است. بعضی ها ترجمه کرده فرشته میگن، ترجمهش خوب نیست، ملائکه. اما جن را انمی ساحرها پری میگویند. پری گرفته رفت یا پری دزدید یا نکرد میگن. پری را ساحرها همچون یک نام مقدس به جن کافر یا جن مشرک را اینها پری میگن. پری گفتن همچون یک نام خوب و زیبا را به جن دادن است. جن گفته میشد. پری را وقتی که کسی استفاده کرد غلط است، این را ساحرها استفاده میبرند. البته که این مرد وقتی که میگه که فرزند مرا پری ها ندزدند، این مقصدش همین سخن ساحرها است، مقصدش همین جن ها است. و البته جن دزدیدنش این دخترچه رو ممکن است. 16 سال آیا زنده است یا مرده؟ خیلی که ما روایت رو ذکر کردیم، در بین جن ها زندگی کردن ممکن است. در بین جن ها زندگی کردن، خیلی که یک مرد مسلمان زیاده از 4 سال زندگی کرده است و بعد از این آمد. روایت رو گفتیم سنن کبرای بیهقی است و سندش صحیح است. و این چنین بارک الله فیکم، این چنین روایت ها و این چنین صحبت ها زیاد است. مقصد چیست؟ مقصد این است که برادران و خواهران مسلمانم، ما همیشه وقتی که به یک منطقه ناشناس می رویم، خصوصا به صحرا،
به یک منطقه های کشاد، به باغ های کلانه، به صحراهای دامن کوههای می رویم، باید بگوییم که اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. پناه میبرم به الله، به همه اعوذ بکلمات الله، به کلمه های پره الله سبحانه و تعالی از تمام بدی های چیزهایی که خلق کرده است. از همین بدی هایی که الله خلق کرده است به الله پناه میبرم. ما به یک منطقه وقتی که میرویم بسم الله بگوییم، خصوصا صحراها، دشت‌ها. این منطقه چی است؟ عادتا جن‌ها در همون جای‌هایی که انسانیت نیستن، در همون صحراها و دشت‌ها و دامن کوه‌ها همجا هستند که باید بسم الله بگید، اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق بگید. و همچنین در به خانه وارد شدن و بیرون شدن از خانه، به حاجت خانه داخل شدن، بیرون شدن از خانه، وقتی خوردن و وقتی یک چیزی رو به صندوق و به یگان جا گذاشتن، همیشه باید بسم الله بگوییم، وگرنه جن به او همراه شدنش ممکن است. یعنی شیطان، جن‌هایی که کافر است، شیطان همراه شدنش ممکن است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میگن که شیطان هرگز چیزی پوشیده ای را، در محکمی را و چیزی که همراهش بسم الله هست اون را کشوده یا دزدیده نمیتواند. شیطان حتی میدزدد، همین جن‌ها حتی پول مال شما را میدزدد. پول مال را به صندوق محکم کرده نگاه می‌دارد، یک روز میروید که پول چیزی وجود ندارد. شما کسها را دوست فکر میکنید، گمانتون بد است، لیکن در حالتی که شیطان دزدیده است. برای همین انسان باید مبلغش را وقتی که روس میکند به درون سمکه به یگان جای خانه میپیچاند، باید اول بسم الله گوید بگذارد، بسم الله گوید این صندوقش را محکم بکند. هر چیزی که به بسم الله گذاشته شد و هر دری که به بسم الله کشاده و پوشیده شد، به اونجا هرگز شیطان داخل شده و ضرر رسانیده، جن داخل شده و ضرر رسانیده نمیتواند. و هر منطقه که رفتید به بسم الله رفتید، هرگز فرزند شما را شیطان دزدیده نمیتواند. و هر منطقه که منطقه خالی از صحرا هست، هرگز پدر و مادر یک کودک دخترچه را آزاد سرد ندهد. فرزندای خود را در منطقه های کشاده که صحرا هست، باغ های بزرگ است، کوه و دشت است، فرزند را سرد داده خودتون به یک طرف مشغول شده بی‌ملال نیستید که شیطان دزدیدنش در بعض حالات ممکن است، لااقل ضرر رساندنش ممکن است. همیشه همراه شما فرزند که هست، دقت شما به فرزندتون باشد، دست فرزند رو بگیرید و دعایش رو بخونید که انا همچنین حادثه های نادر دزدیدن فرزند به وجود نیاید. اما مسئله دیگر امروز همین است که اگر رفت بعد از 10 ساله، بعد از 5 ساله همین دخترچه بازگشت از بین جنها شاید به اذن الله آورد و گرداند و داد که دخترچه شاید 20 ساله هست، شاید 25 ساله است. بعد از 25 سال آمد و گفت که من در بین جنها 20 سال زندگی کردم، من این کردم آن کردم. گفت آیا انا همچنین زن یا مرد یا دختری که در بین جنها زندگی کرد یگان اولیا می شود، یگان غیبدان می شود، یگان شفا دهنده می شود، یگان کمک کننده می شود؟ نه والله، هیچ چیزی نمی شود. او در بین همون خلق زندگی کرد که به مانند انسان است. این عالم دو ثقلین که پیامبر صلی الله علیه و سلم بعثت گفتند للثقلین، من به ثقلین مبعوث شدم، ثقلین انسان و جن. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان بیان کرد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. من انسانها و جنها را خلق نکردم مگرم به خاطر یعبدون ای یوحدون، یکتا پرستی، به خاطر توحید، به خاطر اینکه موحد باشند. جنها مثل انسانها است، البته در درون جنها انبیا نیست، انبیا از انسانها است و خاتم الرسول محمد صلی الله علیه و سلم این پیامبر هم به جنها ثقلین هم به انسانها هستند. پیامبر جنها را هم دعوت میکردند. در بین جنها یک مسلمان یا یک انسان وقتی که زندگی کرد معنایش اولیا بودن او، غیب دانستن او نمی کند. وقتی که این انسان بعد از 5 سال 10 سال یافت شد و گشت و آمد، به نزد این رفته مشرک نشوید، به نزد این رفته کافر نشوید، به نزد این رفته جسمش بوسه کرده این مبارک گفته از این طلب شفا نکنید، کافر میشوید، کافر میشوید. بارک الله فیکم. این یک انسان است بیچاره به ابتلا غلطید. اما وقتی که انسان را جن دزدید، شما تصور کردید، شما همین حالت رو
یک قرینه رو فهمیدید 100% هیچ کسی گفته نمیتونه که وای رو جین دزدید یک کسی رو، لیکن شما فکر کردید که حالت همچنین است که غیر از همین جین دزدیدن به فکر شما چیزی نمیاد. در این حالت از کی کمک میطلبید؟ به نزد ساحر رفتن و از او طلب کمک کردن، به نزد فالبین و جادوگر و بنام طبیب رفته به سحر و جادوی اونها پول و مبلغ ها داده، کفر و شرک کرده تا که به کودکتون به فرزندتون طلب یاری بکنید. اگر همچنین انسان عملها را انجام بدهد این کفر اکبر شرک اکبر است. ای پدر و مادری که فرزندت را از دست دادی و فکر میکنی که جین دزدید و شاید هم دزدیده باشد و امکانش هست و این را هیچ کس گفته نمیتواند که فرزندی تو را 100% جین دزدید، شاید دزدیده باشد شاید نباشد. به نزد ساحر اگر رفتی، به نزد جادوگر اگر رفتی و طلبی کمک از جادوگر کردی، بدون که کافر به دین الله شدی و از دین الله بیرون میشوی. و این یکی از شکننده های ششم اسلام است که بارک الله فیکم به اجماع ثابت شده است. الله سبحانه و تعالی ساحر را و هر کسی که به نزد ساحر و جادوگر می رود اون را تکفیر کرده است. الله میگوید ولا یفلح الساحر حیث اتی، ساحر، جادوگر، غیب گوینده و جن که همراهی کار کننده هر کجای نرود نجات نمییابد، یعنی که کافر است. و این به اجماع امت است که ساحر و جادوگر کافر است. و بعد از این پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند من اتى عرافا او کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و سلم. هر کسی که به نزد ساحر رود، جادوگر رود، برای گرم خنک کردن فرزندش و اهل خانوادهش رود، یا برای عراف، برای یک چیزی گم کردهش رو پیدا کردن به نزد انا همچنین جادوگر و فالبین ها رود، بداند که به تحقیق کافر شده است به آن چیزی که به پیامبر نازل شد که قرآن است. به قرآن کافر شده است. از الله بترسید. برای دریافت کردن چیزهای گم شدهتان به نزد ساحر و کاهن نروید، کافر میشوید. به نزد الله بیایید. حل تمام مشکلی ها در نزد الله است. حل تمام کمبودی ها در نزد الله است. از الله طلب بکنید که کمک بکند و به هر کسی که به همچنین مصیبت ها می افتد الله سبحانه و تعالی به او صبر و ایمان و اسلام و ثابت قدم در ایمان و اسلام رو نصیب بکند. بالاخره این بود جواب این مسئله. بارک الله فیکم که امکانیت این چیز وجود دارد. حیاکم الله.